سلام بچه‌ها، امروز اومدیم یک همبر مشتی بزنیم حالشو ببریم. این همبرها همبر گوشت گاوه، خیلی ساده. ما اینا رو رفتیم خریدیم، میتونیم خودمون هم درست کنیم ولی ما میخوایم ایزی، ساده، خیلی آسون. الان گرسنمونه، میخوایم یه همبر درست کنیم. نمیخواد بریم دردسر داشته باشیم، گوشت رو بخریم، پیاز بزنیم، ادویه بزنیم فلان. من خیلی ساده میخوام بهتون بگم. یه قلق فقط داره. قلقش چیه؟ این همبر رو که گرفتید بذارید یک شب یا 2 شب با همون بسته‌بندیش یخ بزنه تو فریزر. این اگر تو فریزر گذاشتید بعد گذاشتید آب بشه، خب یخش باز بشه، برای فردا برای هر وقت خواستید بکنید شب چند ساعت قبل میارینش بیرون، این میشه یک همبر مشتی باحال که بعد میگه ای عجب همبریه. قبلا مثلا میگرفتیم حال نمیداد، الان با این روش حال میده. چه جوری؟ خب حالا ما این همبر رو چون امروز نهار میخوایم با محمد همبر بخوریم، چیکار میکنیم؟ اینا رو در آوردیم، آبم شده. یک حرکت ساده، یه مقدار فلفل سیاه راحت، یه مقدار نمک کجاست میشه؟ ادویه همه چی داریم. نمک، یه مقدار، خیلی ساده. اینا رو باز کنید. باز میکنیم باز. یه مقدار نمک، یه مقدار فلفل. خب اوکی. دست بهش نمیزنیم، اصلا دست بهش نزن. نمیخواد هی باش ور بدی، بذار یه طرفش یه مقدار بپزه. معلوم میشه از کنارها، از این گوشه ها میبینید که داره میپزه. خب داره میپزه. حالا این گوشه ها رو میبینید، معلومه که اون طرفش پخته شده. درش میذاریم باز. فشارش هم نمیخواد بدید. چرا؟ چون که اگه اینو فشارش بدید اون آبای لای گوشتا در میاد، بعد گوشتتون سفت میشه. اصلا دستش نزنید. فشارش نزن بذاره بکنید. همبرها رو گذاشتم یه گوشه. یه مقدار پیاز قرمز. پیازا رو یکم درشت. اصلا اینجوری خوبه. چند میلیمتر قطر داشته باشه که تو دهن بیاد. این پیاز خیلی حال میده. پیازا یه مقدارشون هم سرخ میکنم. بعد یه مقدارش هم خام میذارم. پیازا رو کاراملی شد گذاشتم رو، زیرش هم خاموش کردم. الان یعنی با حرارت خودش یواش یواش بذاره. یه مقدار پنیر اینم خداوکیل می‌خواستی بری مکدونالد همچین چیزی رو بگیری؟ اصلا کیفیت هم نداره. اون یه مقدار سیب زمینی با کچاپ و مایونز عالی. حتما درست کنید بخورید تو خونه. نشست بزنید.